تبریک میگم این ایام عزیز رو و متشکرم از دوستان برای دعوتشون و لطفی که دارن. من عرض کنم اون چه که صحبت میشه در اینجا بیشتر میراث مشترک فرهنگی هست که بین ملت ایران و ملت هند وجود داره و این پیوندهای فکری و فرهنگی هست و فکر میکنم این مفاهمه فرهنگی و مفاهمه ادبی منجر میشه به اتفاقاتی که اتفاقات روشن و خوبی هست، کما اینکه ما میراث فرهنگی و گنجینه ادبی که در دستمون هست الان و به هر حال در اختیارمون هست نشون دهنده و شاهد مثال هست برای همین. از مرکز ترجمه گفتید، بله در دنیای ترجمه ادبی گفتگوی بین ملت هاست که اتفاق میفته و زمینه‌ای میشه برای اتفاقات بهتر. ما در همین کشور هند آنتولوژی شعر معاصر ایران رو کار کردیم که مترجمشون الان اینجا در خدمتشون هستیم و حائز جایزه کتاب سال شد در اون سال و همینطور اون مفاهمه فرهنگی که میگم یکی از دلایلش و یکی از آثارش همینه. در واقع مجموعه شعر معاصر کشور ایران و شاعران معاصر ایران وقتی ترجمه میشه به زبان دیگر و در کشور دیگر، وقتی این ارتباط فرهنگی و ارتباط ادبی به وجود بیاد بهتر و درخشانتر جلوه خواهد کرد. و عرض کنم خدمت شما همین الان هم کتاب داستان معاصر در واقع گزیده که داستان معاصر از نویسندگان زن ایرانی در حال ترجمه هست. خانم ناصر شرما دارن کار میکنن این کار رو و آنتولوژی شعر هندی انجام شده حدود 2 سال پیش رونمایی شد در مؤسسه سایت آکادمی که حتما معرف حضور هست، به زبان هندی کار شد. من میخوام اول یک شعری رو تقدیم کنم به برمیندرنات که در حال همه میشناسیم و همه ارادت داریم بهش. هندوی عاشقی که آثاری ازش مونده به نام هماره حسین، هماره علی، هماره رسول و ارادت ایشون برای همه به هر حال مشخص بود به خاندان عصمت. حال و هوای شرجی چشمانت یک آسمان ترنم باران بود. حال و هوای شرجی چشمانت یک آسمان ترنم باران بود. در آبشار گرم نگاه تو آوای لا اله تو پنهان بود. من دیدم به ساحت پیشانیت آیینه‌ای به حرمت مسجد را، حتی شنیدم ز زبان تو آوای بلبلان موحد را. مولای تو هماره علی بوده است، در یا حسین و یا حق و یا هویت، در موسم تبسم بارش ها دارم درود و مهر و دعا سویت. آقای نات هندوی با ایمان، ساقی ماست آن که تو را ساقی است. سرمست از شراب طهوری تو، یادت همیشه در دل ما باقی است. آقای نات هندوی نیکاین، در روز حشر اهل یقینی تو، در بین پیروان حسین آن روز از عاشقان عرش نشینی تو. یک صلوات نثار روحشون نگم و میخوام به مناسبت این ایام سلامت باشید، متشکرم. به مناسبت این ایام یک شعری هم تقدیم کنم به تبرک خدمت خانم فاطمه زهرا. نوشت دست فرشته که چشمتان روشن، چرا به شمس و قمر شد
به آسمان روشن. نوشت دست فرشته که چشمتان روشن، چراغ شمس و قمر شد به آسمان روشن. سکوت کرد جهانی به حرمت کوثر، به احترام فصل لربک وانحر. سرود عالم هستی فقط به بود تو بود، نوید نون و قلم کوثر وجود تو بود. قدم نهادی و اردیبهشت پیدا شد. ماه دوم از سال شمسی اردیبهشت هست، حتما میدونید. قدم نهادی و اردیبهشت پیدا شد، نفس کشیدی و بوی بهشت معنا شد. اشاره کردی و خواندند بلبلان آواز، و عطر یاس ز پیراهن تو شد آغاز. به لای لای دعایت سپیده عادت کرد، تمام عمر تو را تا سحر تلاوت کرد. چه چشمه ها که به یادت ز خاک جوشیدند، درخت های فدک رخت سبز پوشیدند. سلام مادر دردانه، مادر دنیا، سلام روح دعا، معنی شکوه خدا. هنوز نام تو نام بلند آینه هاست، هنوز نام بلندت ادامه دنیاست.